تو طبیعت که نگاه میکنی هندوانه خطای خودشو داره، خربزه همینطور، نارنگی رو باز میکنی 10 پره. طبیعت خودش داره بهت میگه که ببین این نارنگی میتونه کام 10 نفر رو شیرین کنه. یه نارنگی رو خود طبیعت داره بهت میگه آقا اینو 10 نفر آدم میتونن بخورن. این خربزه رو میبینی؟ این خربزه رو قشنگ 7-8 نفر آدم اینا ببین ردش هم براتون گذاشتم. دیگه اگه اینطوری بشه هیچکی نه گشنه میمونه، نه هیچکی تشنه میمونه، نه هیچکی بی پول میمونه. وقتی یه جایی نشستین در یک جمعی سینی چای رو میگیرن جلوی شما، تا وقتی که شما دارین چای رو برای دیگران برمیدارین سینی رو جلوی شما نگه داشتن. بله. ولی اگر همون اول که سینی رو میگیرن واسه خودت برداری، سینی از جلوت رد میشه میره. میگه برکت و خیر زندگی هم اینجوریه. اگر اول از اون سینی برای دیگران برداشتی، تا موقعی که داری این کارو میکنی سینی رو جلوی تو نگه داشتن.